بنابر گزارش تلویزیون الجزیره در عملیات‌های نظامی اسرائیل در نوار غزه هزاران خارجی از جمله از کشورهای آسیای مرکزی به شمول تاجیکستان شرکت کردند. تلویزیون مذکور در یک گزارش تحلیل گفته است که بخش زیادی از این سربازان ارتش اسرائیل دو شهروندی داشتند. در فهرست خارجیانی که در عملیات اسرائیل در نوار غزه شرکت کردند، نام 264 شهروند ازبکستان، 189 نفر از قزاقستان، 52 تن از قرقیزستان، 31 کس از ترکمنستان و 8 شهروند تاجیکستان نیز آورده شده است. مؤلفان گزارش گفتند که یک بخش این سربازان خارجی در ارتش اسرائیل به طور دائمی خدمت می‌کنند و بخش دیگر بعد از شدت گرفتن مناقشه در نوار غزه به اسرائیل آمدند. مقامات کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان بارها به شهروندانش هشدار دادند که در جنگ‌های خارجی شرکت نکنند، زیرا برای اشتراک در زدوخوردهای مسلحانه و یا جنگ در کشورهای دیگر به جوابگری جنایتی کشیده می‌شوند.